سلام علیکم همجوران عزیز از این گروه هنگرو و باغ امروز 30 می سال 2024 می باشد. قرار داریم در شهر ترسنوزا در یکی از باغ‌های نمونوی میوه‌های درختایی که می‌بینیم در نزد ما این درخت شفتالو می باشد. شفتالو می باشد من نکترین بوده است من بستگی چطوری که من اطلاعات گرفتم این شفتالو سالی گذشته شنوندگی امسال این ببینید چقدر بقوت شدگی. سبب بقوتش این هم باز همون آبی قطرگی خطی دارو روی کردگان هرچی که اینجا آب موندن نمیدونم برای چی آب موندتون وقتی که آبی قطرگی داره او دبرین با آبی قطرگی دادن در کار بود من خی و هر حال هم همین از فعلی تاجیکی خودمون نموندیم که معمولی خودمون که باید با آبی جوی بردیم. ببینید آبی جوی بر سنگ کشوده است دیدید همه ششته برده است. این هم دورو را برد ششته هم پرو را برد هم مزه زمین را برد. اگر آبی قطرگی انا آبی قطرگی هم دارم آبی قطرگی قدمته انا با آبی جوی بر قطعی یک بار داده دیگه نمیتی ها جوی بر قطعی یک بار آب داده میگه دیگر نمیتیم خیلی نقص دیگر ندادگیشون خوب است. انا همجوران عزیز اینجا من یک چیز میچت کردم یک اکن چی میدونم من سپیشالیست پروفسور نه که یک خطاگی رو من یافتم بینی درخت ها یک 80 است قریبی دو لیکن چه خیلی که میبینیم با شکل ضروری با مانند کاسه کردن مبان رو خالی کردن بریده بیرون دادن. اگر که مبانی درخت ها 4 متر 5 متر میشد با شکل ضروری کاسگی موافق مقصد است. لیکن وقتی که 2 متر است 2 متر است با شکل ضروری کاسگی نمی شود با شکل ضروری راست می شود راست میتید بعد با هر طرف نوده میتید در کنده نزدیک میبندد و شفتالوهای بهترین روش ما میگیرید میوه رو. اینجا در نمیدونم اکنون مرا داشتم نتید اما اگرونومش در 2 متر در 1.80 هرچند شفتالو کرلی کم باشد با شکل ضروری کاسگی نمی شود با شکل ضروری وریتینو راست می شود لیدرش می رود از لیدر بعد این طرف نوده میتیم ما همین 1.5 متر 1.5 متر جای میگیرد. این با شکل ضروری کاسگی حالی اینجا می بیاید اینش اینجا می بیاید یک دیگرش رو می جخد. خیلی اکن باز فکر عقیده های خودشون رو دارن اگرونوم ها. من فکری خودم رو گفتم باز یک کمبودی دیگر سری وقت دورو نپوشیدن من این بعضیش کسل است اینجا حوض سکور زدن در کار دوروی ضد حشرات زدن در کار موسپیلن یا که دیگر چیز است چون که شکر کم دارد من یک قسم میکند ببینید من شکرت هم دارد و اینجاش پوری شکرک است این البته کشتن در کار این شکرک رو لیکن با این نگاه نکرده با این کمبودی کوی میلچ است. باغ رو ببینید خیلی باغ زیبا باز بار تکرار میکنم این باغ رو ساختنده گرده و غیرت در کار وطن دوستی در کار نقض دیدنی طبیعت در کار تربیت خوب در کار از پدر و مادر. انا همجوران عزیز این بود یک نوارچه از باغی که رهبر من از ناحیه از شهر ترسنوزا نوار کردم. با دقتتون رحمت اگر معقول باشد اگر گپای من یگان جاش معقول نباشد یک آدمای میدونستگی باشن اگر درستی و نادرستی گپی مرا تصدیق کنن چون که من هم آموختنم در کار حیات حالی هم آموختنی من کم است. همجوران عزیز در پناه خدا باشد خدا نگهبان شما باشد.